بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. برادر سؤال نمودند که آیا مسلمان حق دارد که کافری را همچون کارگر خود اختیار بکند و انتخاب نماید؟ به عباره دیگر بگوییم یک مسلمان کار دارد، یک موضع و مکان کار دارد و یک کافر را می آورد، به این کار می گذارد و هر ماه مبلغ می دهد یا که به همین عوضی کارش مبلغ می دهد و استفاده می برد. آیا جایز است یا نیست؟ این چندین حالت را دارد. این مسئله چندین حالت را دارد. حالت اول، در اونجا یعنی یک منطقه ای که مسلمان کارگر می خواهد، به خودش یک کارگر می خواهد. این منطقه هم مسلمان های زیاد دارد، هم کافر ها دارد. یعنی شما می توانید که به خود کارگر مسلمان بگیرید، اما شما کارگر مسلمان را ترک می کنید و کارگر کافر می گیرید. البته این جایز نیست. این جایز نیست، این حرام است. خیلی که اثر آمده است از عمر ابن الخطاب رضی الله عنه که به ابی موسی اشعری رضی الله عنه نامه می نویسند و در این نامه انکار می کنند. به ابی موسی اشعری که یک کارگری نصرانی گرفته بودند، یک عاملی نصرانی گرفته بودند. به ابی موسی اشعری عمر ابن الخطاب رضی الله عنه می نویسند: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای آنانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا را اولیا، دوست خود قرار ندهید. قصه چیست؟ یعنی ابی موسی اشعری یک صحابه بزرگ یعنی یکی از صحابه جلیل رضی الله عنه، به خودشان یک عامل کارگری را، خادمی را از نصرانی میگیرند و عمر ابن الخطاب رضی الله عنه انکار میکنند و این را یعنی دوستداری و اولیاگری یهود و نصارا مینامند. پس برادر عزیزم، تو مسلمان هستی، وقتی که میبینی که در اینجا برادرهای مسلمانی تو وجود دارد که محتاجی عمل است، محتاجی کار هست و میخواهد که عاملی باشد و در اینجا غیر مسلمان از مشرک و کافر هست، حتما باید تو مسلمان را انتخاب بکنی و در غیر این صورت تو در حقیقت یک عملی ناشایسته و ناجایز را به جا آورده. خیلی که عمر ابن الخطاب رد به ابی موسی اشعری کردند. سبحان الله، امروزها میبینیم، مشاهده میشود که بسیاری از مسلمان ها با وجودی در نزدش مسلمان بودن کافر را به کار میگیرد، به اون مبلغ میدهد، به اون باوری میکند، اما به مسلمان باوری نمیکند. بله، باز میگوید که یعنی همین مسلمانی ما یعنی خیانت میکنند و یا که اینند و آنند و کمبودی میکنند و یا که میگن که من بهترش کافر را میگیرم و دشنامش میکنم و حقارتش میکنم و چیزی خواهم انجام میدهم و مسلمان را این کارها، اعوذ بالله، این همه ناجایز است. تو باید مسلمان را همچون عامل انتخاب بکنی و با اون با یک معامله خوب معامله نمایی و البته طلباتی که در اونجا عقدی که بین شما شده است، شرطنامه‌ای که است، به همین شرطنامه هر کسی باشد باید عمل کند. بارک الله فیکم. حالت دوم، یعنی شما در یک جایید که میخواهید به خود عامل گیرید، کارگر گیرید، اما مسلمان ها کم هستند و شما مسلمان یافته نمیتوانید که به شما خدمت بکند، یا که به همون کاری که شما میخواهید یعنی مسلمان هایی که تجربه دارند یا که تخصصی انجام دادن این عمل را دارند شاید نباشد، یعنی یک عملی مخصوصی که فقط متخصصش از جمله کافرین و مشرکین است. در این حالت می توانید که اینها را
استفاده برید، کفار را استفاده برید. اما در غیر این حالت باید شما حتما اهل اسلام را به کار بگیرید و بین شما علاقه باشد، یعنی سبحان الله در گرفتن کار و در معامله تجارت و در همه حالت مسلمان به مسلمان باید یک علاقه شدید داشته باشد تا که امت اسلام به همدیگر آسانی بیارد. بارک الله فیکم، حیاکم الله و بیاکم.